بیکربنات سدیم ارزانترین، بیخطرترین و موثرترین داروی سرطانه. بدون عوارض جانبی منفی، شیمی درمانی بدون هزینه است. چرا بدون هزینه است؟ چون میری سر کوچه از سوپرمارکت 5000 تومان میدین انقدر جوشیرین میگیرین. طرف میگه آقا وقتی که من 2 دوره شیمی درمانی کنم باید 4 میلیارد بدم. اون همه عوارض وحشتناک داره. بعد اگه این آدم به جای 4 میلیارد بره 4000 تومان بده از سوپر سر کوچه جوشیرین بگیره بیاره و خوب بشه، پس کل سیستم داروسازی جهان تکلیفش چی میشه؟ برای همینه که اون 4 نفر تولیو سیمونچینی الان بهش میگن previously oncologist، یعنی ایشون قبلا آنکولوژیست بوده، از وقتی که راجع به جوشیرین حرف زد دیگه آنکولوژیست نیست. حق مصاحبه نداره، حق مطلب نوشتن نداره، کتاب می‌نویسه مجوز بهش نمیدن، حق مصاحبه تلویزیونی نداره، مصاحبه‌هاش خونگی همه. 2-3 تا دونه اسلاید داریم راجع به سرطان. اینها حاصل تحقیقات چندین ساله چند نفر آدمه. 1 دکتر تولیو سیمونچینی ایتالیایی آنکولوژیسته. 2 دکتر مارک سرکس آمریکایی آنکولوژیسته. 3 دکتر لئونارد کالدول آلمانی آنکولوژیسته. 4 دکتر رابرت یانگ امریکایی. ببینید اینا تخصصشون آنکولوژیه، یعنی سرطان شناسن، همشون بیش از 30 سال تحقیق کردن. من آنکولوژیست نیستم، من نمیتونم توصیه کنم جوشیرین بخورید برای سرطان، من حق قانونی این کارو ندارم.